حتی رسول اکرم اکمل المؤمنین احسانا ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم للنسائهم گفت ای مردها بهترین شما همان مردی هست که اگر با زن خود بهترین زندگی را داشته باشد، زنش حرمت کند، با قدر زنش رسد، با زن خود گویم که دست به دست سلام کند، چهره خندان باشد، با او در لب یک دسترخوان نشسته خوراک خورد. این بهترین مرد است.